سلام بچه ها، امروز اومدم بهتون یه کتابخونه خیلی خوب توی ونکوور معرفی کنم. ونکوور پابلیک لایبرریه که ورودیشم رایگانه، یعنی میری اونجا و میشینی هر کاری دلت خواست میکنی و ساعت ها میتونی بری اونجا کار بکنی. یه ساختمون 9 طبقه است، بالاش هم روف گاردن داره و وای فای رایگان و فضای خیلی مناسب برای درس خوندن و کاری که میخوای انجام بدی. حالا میرم یه ذره توشم بهتون نشون میدم. اینجا یه قسمت مخصوص برای بچه هاست، میتونید بچه ها رو بیارین اینجا بازی کنن، نقاشی کنن، کتاب داستان بخونن. ببینید مثلا جاهای مختلف داره که میتونی بشینی و برای خودت به کارات برسی. خب اینجا هم که کوایت فلوره، جایی که نباید با تلفن حرف بزنی و صندلی ها رو بخش مختلف داره که الان بهتون مثلا یه قسمتش نشون میدم. اینا هم که بر اساس سابجکت تغییر دادن و طبقه بندیشون کردن. میبینیم که ببینیم اونجا هر کی برای خودش چیزی نشسته و داره به کار خودش میرسه و هر طبقه هم سرویس بهداشتی جدا داره. آب آشامیدنی گذاشتن برای افراد و همچنین پرینتر و کپی، دستگاه کپی هم بعضی از طبقات داره. خب اینجا هم طبقه شیشم هر کی بسید خودش مشغول یک کاره، دوباره دستگاه کپی، سابجکت های مختلف، کتاب هایی که میتونی داشته باشه و CD های مختلف که میتونی گوش بدی با استفاده از کامپیوترهایی که اینجا هست. خب اینا طبقه هفته اسپیشال کالکشن. نمیدونم میدونید یا نه، اینجا بومی های کانادا خیلی ارج و قرب دارن به خاطر اتفاقای ناگواری که براش افتاده و یه روزی دارن، فکر کنم 30 سپتامبر باشه، حالا دقیقش نمیدونم ولی شاید یه ویدیو دربارش بذارم درباره اینه که یه مؤسسه بوده برای تربیت بچه‌های بومی که به زور خانواده ها باید بچه هاشون میذاشتن تو این مؤسسه‌ای که تحت مدیریت کلیسا بوده و اونجا بچه ها رو اذیت میکردن، شکنجه میدادن، از خواهر برادرشون جدا میکردن و حتی مورد تعرض قرار میگرفتن که این یه نمادی از بچه‌هایی که اذیت شدن. حالا اینم براتون اتفاقا جالبه، یه ایده گرفتم که براتون یه فیلم دربارش درست کنم، یه ویدیو کوتاه، خیلی جذاب بود برام. و این که
اون روز 3 سپتامبر همه لباس نارنجی میپوشن و راهپیمایی میکنن یا یه حالت یادبودی برای اون دوران. خب بچه ها رسیدیم به طبقه 8. یه حال و هوای دیگه داره، بچه ها میتونن حرف بزنن، سبکش متفاوته و اینی که یک کالکشن اکزیبیشن کوتاه اینجا داره ببینید. حتی رو زمین میتونی بشین کارت انجام بده. رسیدیم به جای قشنگ ماجرا. حالا من همه رو با پله اومدم که طبقه مختلف بهتون نشون بدم، ولی شما میتونید یه راست بیان طبقه 9 اگه خواستین یه فضا قشنگ رو ببینید. اینجا هم باید ویف کنید دستتون رو وارد این فضای خیلی قشنگ روف گاردن بشین. به اینترنت دسترسی دارین، میتونین لپتاپتون رو بیارین اینجا. خیلی خوشگله و میتونید یه نمای از شهر رو ببینید. خیلی هم میان اینجا فقط یه نگاهی مدل بکنید. خیلی خوشگله. اینجا هم بهتون میگم که چطوری میتونید به اینترنت رایگان وصل بشید. کار خاصی نداره. اینا فقط یه اکسپت میکنید و تمام.